که پلیس کانادا از امید داره تصاویریه که ازش با لباس سرایداری تو دوربین ها ثبت شده و دیگه بعد از اون هیچ کس خبری ازش نداره. تنها همون مأموری که رشوه $50,000 گرفت و به امید کمک کرد که فرار کنه شناسایی شد و در دادگاهی به اخراج از اداره پلیس و 3.5 سال حبس محکوم شد. چیزی که امیدو تو دنیا معروف کرد و اسمشو کنار گنده ترین خلافکارای جهان نشوند این بود که تونسته از زندان فوق امنیتی نورث فریزر فرار کنه. زندانی که قبل از فرار امید به امنیتی ترین زندان دنیا معروف بود. زندانی که گفته میشد بیشتر از $40 میلیون هزینه تجهیزات امنیتی شده و دقیقاً عین دژ میمونه که هیچ ارتباطی با جهان بیرون نداره. اما امید تحویلی همه این معادلات رو به هم زد و از اون به بعد و تا همین الان هم تو فهرست 10 متهم فراری و بزرگ جهان قرار گرفته. پلیس کانادا و امریکا تا حالا هیچ رد و اثری ازش پیدا نکردن و پلیس کانادا تو اطلاعیه‌ای گفته تنها جایی که ممکنه امید تحویلی رفته باشه و ما نتونیم پیداش کنیم ایرانه، چون هیچ امکان دسترسی به اطلاعات سیستم پلیس ایران رو نداریم و اون به راحتی و بدون اینکه خطری تهدیدش کنه میتونه تو ایران زندگی کنه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید و اگه هنوز عضو کانالمون نشدید با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.